یه رسیپی جذاب و متفاوت. یه بار امتحانش کن عاشقش میشی. 2 تا پیاز رو رنده میکنیم. من چون سبزی ماهیام خشک بودن توی آب قرارشون میدم. این تمر هندیه. تمر هندی هم با آب گرم بازش میکنم. پیازام که طلایی شد یه قاشق زردچوبه، قاشق نمک و یه نصف قاشق هم فلفل قرمز استفاده میکنم. یه سر سیر لازم داریم که من توی دستگاه خردکن خوردش کردم. سبزیام و آبشو که گرفتم به غذام اضافه میکنم. تمر هندی رو حتما از صافی رد بکنید. چندی بار شاید لازم باشه آب به تمر هندیتون اضافه بکنید و دوباره از صافی رد بکنید. یه قاشق رب انار بهش بزنید و وای این مزه واقعا بی‌نظیره. مواد که سرد شدن روی ماهیمون اینجوری به همین شکل با یه قاشق یا با یه لیستک، حالا هر جور که راحت هستید، کل موادمون رو با این مواد میپوشونیم. فرمون رو از قبل گرم میکنیم و داخل فر 15 تا 20 دقیقه اجازه میدیم که کامل پخت و بعدش هر جوری که دوست داری میتونی سروش بکنی. میتونی با برنج سروش بکنی یا میتونی با نون سروش بکنی یا با سالاد، هر جور که خودتون دوست دارید. ما برنج رو ترجیح میدیم. به نظر من 1 بار امتحانش کن عاشقش میشی. نوش جونتون.